در ولایت سوق مسابقه حربی ورزشی حامی وطن که بخشیده به 33 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور راه اندازی گردیده بود به انجام رسید. در مراسم جنبست مسابقه نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق و ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت اشتراک نموده غالبان و جایزه‌داران را با دیپلم، مدال، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی نمودند. از روی نتیجه های نهایی جای یکم نصیب قسم حربی 08362 گردیده، جای دوم را قسم حربی 3501 و مقام سوم را قسم حربی 0230 صاحب شدند. دسته ها با نشان دادن مهارت بلند ورزشی و انتظام نمونوی سزاوار بهای بلند گردیدند. پیش از همه منتداری خود را به اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما جوانان و سربازان چنین شرایط‌های خوب را مهیا می‌سازند که ما می‌توانیم در زمان آسایشته هنر و مهارت خود را توسط بازی‌های ورزشی و مسابقه‌ها نشان داده، هنر و مهارت حربی ورزشی خود را در این سمت باز هم مستحکم‌تر نماییم. و امروزه چاره‌بینی گفتنی هستم که در یک ساعتی بلند گذشت. مورد به ذکر است که در مسابقه که دوام 5 روز ادامه یافت 16 دسته از قسم‌های حربی ولایت سوخت اشتراک نموده در مجموع 400 نفر خدمتچی حربی در نمودهای تورنیکشی، فوتبال، بندکشی، گوشتینگیری و سنگبرداری قوا آزمایی کردند. چاره‌بینی با مقصد تحکیم آمادگی جسمانی، بلند برداشتن مهارت ورزشی، تقویت روحیه‌ای و تندرستی و تحکیم دوستی و همبستگی میان خدمتچیان حربی راه اندازی گردید. فخر از آن می‌کنم که همخدمتان من در این چاره‌بینی فعالانه اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نمودند. در عین زمان در همه قسم‌های حربی شرایط‌های مهیا گردیده شده است که برای خدمت کردن، برای تمرین کردن، برای آب و تاب بدن، برای شجاعت، برای مردانگی، برای همه این شرایط‌ها از طرف حکومت دولت فراهم آورده شده است. این چاره‌بینی ورزشی در فضای تنتنوی و روحیه‌ای بلند و تندرستی جنبست گردیده، بار دیگر آمادگی خدمتچیان حربی را جهت حفظ مرز و بوم وطن و تأمین ثبات و امنیت ثابت نمود.